درود بر شما. امریدین علی مفصل و امروز هم درباره فوتبال صحبت میکنیم. در جام جهانی 2018 همگی دو بازی باقی ماند. بازی برای جای سوم و بازی دور نهایی که میان منتخب‌های فرانسه و خرواتیا برگزار می‌گردد. ولی امروز درباره بازی‌های جام جهان نمیگوییم. درباره خبر میگوییم که حشمت جام جهان را تا یک اندازه زیر سایه برد. با قول بعضن از کارشناسان ساحه فوتبال ترانسفر عصر. کریستیانو رونالدو جایزه‌دار 5 کرته توپ طلا از باشگاه ریال مادرید به یوونتوس تورین گذشت. واکنش مخلصان ریال مادرید به رفتن کریستیانو رونالدو به یوونتوس ایتالیا گوناگون است. اگر راست گویم کمی حیران شدم. من این را انتظار نبودم. ولی این 9 ساله که او به ما بخشید واقعا خوش گذشت و من منتدارم از این قدر احساس که او به ما داد. ریال مادرید روز 10 ایول اعلان کرد که رونالدو دسته را ترک میکند. کریستیانو خیلی بلندارزش و بازیگر خوب است. به همین خاطر او میتواند چنین رفتار را به خود روا بیند. او همیشه به عنوان تمغه تجارتی ریال باقی میماند. در کجای هم نباشد، تورین یا جای دیگر. مادریدی ها از رفتن این نابغه فوتبال غمگینند و میگویند جای رونالدو را کسی گرفتن نمیتواند. او همیشه اعضای ریال باقی میماند. مخلصی واقعی مادرید را باید آن نگران کند که رونالدو چگونه لیدر بود و به خصوص آن که اگر او در بازی می بود ما خود را خیلی راحت و بخطر احساس میکردیم. وقتی او در میدان بود ما باوری داشتیم که محاربه تا صدا دادن هشتک داور از انجام بازی ادامه میکند. امیدواریم که بازیگران نو هم این روحیه را داشته باشند. در چپته‌های سیر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و آویزه‌های تبلیغاتی مثل قبل عکس‌های رونالدو تجسم یافتند، اما در باشگاه دیگر پیراهن‌های ریال مادرید با رقم و اسم کریستیانو رونالدو فروخته نمی‌شوند. همکارم ظفر عبداللهیف کنار من است و ظفر یکی از مخلصان اشدی باشگاه بارسلونا است. بسیار جالب است که از او درباره رونالدو ریال مادرید بپرسیم. به نظر شما گزارشی کریستیانو رونالدو با دسته یوونتوس آبروی چمپیونات اسپانیا را تا یک اندازه میکاهاند؟ Как болельщик в целом футбола, я лично приветствую. به عنوان یک مخلص فوتبال تصمیم کریستیانو رونالدو را خوش قبول کردم. همه میگفتند که یک تازی باشگاه‌های اسپانیا در اروپا به خصوص در لیگ قهرمان‌ها دلزده شده است. 2 سال اخیر نشان داد که ریال مادرید یگان رقیب ندارد و این تا اندازه به منفعت اقتصادی اویفا هم تاثیر منفی میرساند. همه میداند که کریستیانو رونالدو در هیئت ریال مادرید تمام جایزه ها را به دست آورد و ادامه هنرنماییش در این دسته دیگر یک رنگ است، مثل زیدان که همه جایزه را به دست آورد و رفت. دست هم موفق شد و وقتی تغییرات است. درباره رونالدو باید بگویم که این یک قدمی توکلی است، چون اینجا چمپیونات دیگر دسته دیگر است. تجربه شده که اصول بازی بعضی از فوتبال بازان بعد گزارش به دیگر چمپیونات با آن چمپیونات ها راست می آید و او مثل ستاره می درخشد. ولی حالت های برعکس هم کم نیستند که این ستاره ها خاموش می شوند. مخلصان بشمار دسته ریال مادرید با رونالدو با نیکی خیر خوش کردند. او را با نیکی گسیل کردند، نه مثل آن که سال قبلی نیمار از بارسلونا به PSG گذشت و خشم هواداران باشگاه بارسلونا را بیدار کرد. و خیرباد رونالدو هم با مخلصان ریال مادرید با عرض احترام صورت گرفت. سالهای در ریال بودنم و شهر مادرید زیستنم لحظات خوشبختی هم بودند. منتداری خود را به این باشگاه، مخلصانش و به این شهر بیان میکنم. از آنها محبت دیدم وقتی به زینه‌های دیگر رسیدن است. من همین احساس را دارم و از تمام مخلصان دسته خواهش دارم که مرا درک کنند. آنها دوام 9 سال همتا نداشتند. این 9 سال ویژه در حیات من بود. آن برای من لحظه های حساس بود. ریال مادرید از ما طلبات کلان داشت، ولی در اینجا من از فوتبال حلاوت مخصوص برداشتم. در میدان و بیرون از آن هم دسته هایم با من مناسبت نیک داشتند. من محبت مخلصان را احساس کردم. ما همراه 3 جام قهرمان‌های اروپا را پی هم به دست آوردیم و در 5 سال توانستیم 4 مرتبه صاحب این جام شویم. با دستگیری آنها من توانستم 4 مرتبه توپ طلا و 3 مرتبه
کفش طلایی را به دست دارم. باشگاه ریال مادرید قلب من و خانواده‌ام را تسخیر کرد. به همین خاطر میخواهم سپاس بی‌پایان خود را به دست پرزیدنت آن، دیرکتورها، همدستگانم، با کلی کارمندان تکنیکی، طبیبان و کارمندان دسته که هر دقیقه کارهای زیادی را به انجام میرسانند بیان کنم. بار دیگر تشکر به مخلصان و فوتبال اسپانیا. در دوام این 9 سال من مقابل بازیگرانی آوازه‌دار بازی کردم. من زیاد فکر کردم و به خلاصه آمدم که باید جاده های نو را طی کنم. من میروم، ولی این پیراهن، این نشان و سانتیاگو برنابئو همیشه جزئی از زندگی من باقی خواهند ماند. به همه تشکر و مثل 9 سال پیش که به اینجا آمدم میگویم هلا مادرید. رونالدو با قول پول را انتخاب نکرد. دسته ها از خیتای از چین برای او شرطنامه پیشنهاد کردند که در یک سال میتواند 100 میلیون یورو فایده بگیرد. او به یک دسته رفت که واقعا هدف ها دارد. هر سال در لیگ قهرمان های اروپا کوشش میکند که یک جایزه به دست بیارد. برای قهرمان شدن مبارزه میبرد. قهرمان چند کرته سری ای ایتالیا است. فکر میکنید اونها هم به اون خاطر رونالدو را آوردند به دستهشان که توانند لیگ قهرمان ها را و از این دستاوردهای بیشتر را صاحب شوند. به نظر شما رونالدو میتواند خواسته های ювентуси ها را برآورده کند؟ Ну, сперва я хочу сказать, что я считаю, что каждый... باید بگویم که همه انسان های معروف چی در فوتبال چی در استرادا پیش از همه درباره پول فکر میکنند. گزارش به لیگ فوتبال چین یا آمریکا برای ستاره های فوتبال در عرفه به نفقه رفتنشان صورت میگیرد. اگر رونالدو یا نیمار درباره پول فکر نمیکردند میتوانستند بعد دسته های سطحشان پستر بروند و آنجا لیدری یگانه شوند و آبروی آن دسته ها را بالا برند. این هیچ بدی ندارد. برای یوونتوس میدونم که در دسته تغییرات جدی صورت گرفته. مبلغی که یوونتوس برای آوردن رونالدو صرف کرده است به هر نوع آن را برمیگرداند. فروش لباس، فروش حق نمایش بازی ها و دیگر و دیگر. اگر بازتر ببینیم این به نفع فوتبال اروپا است. این به آن معنی است که دیگر یک دسته یکتاز نیست و چون دسته است که بین هم رقابت میکنند. تو تا آخر انتظار میشوی تا ببینی که کی غالب میشود. باواریا، PSG، لیورپول یا همین یوونتوس. لیگ قهرمان های اروپا را مسابقه کریستیانو رونالدو میگویند. او بهترین حمله‌گر در این مسابقه است. از همه بیشتر این جایزه را به دست آورده است. به نظر شما میتواند که برای یوونتوس هم این جایزه را به دست بیارد؟ Я прочитал, что он хотел бы видеть Марселу тоже в этой команде и, возможно, еще за кого-то. امروز خواندم که او میخواهد مارسل را به یوونتوس ببرد. اگر چنین فوتبال بازانی که همیشه به او پرتافت های گلاور میدهد بیایند امکان دارد یوونتوس چمپیون شود. در عکس حال فکر میکنم به دسته کمک میکنند تا در قطار چهارگانه بهترین اروپا باشد. نمیتوانم بگویم که با آمدن کریستیانو رونالدو یوونتوس لیدری احتمالی لیگ قهرمان‌های اروپا می شود. Я не уверен, что они прям теперь абсолютные, с приходом Криштиану, они абсолютные потенциальные лидеры на Лигу чемпионов.